چالش 15 تا افطاری برای ماه رمضان. روز اول حلیم. به نظر من یه حلیم خوشمزه کشدار بهترین گزینه است برای افطار. بریم با هم درست کنیم. گندم‌های پوسکنده رو از 24 ساعت قبل میشوریم و با آب خیس میکنیم. روز بعد با 3 برابر میزان آب میذاریم که حدود 4 ساعت به خوبی بپزه. من از گوشت گردن گوسفندی استفاده کردم که با پیاز، برگ بو و دارچین میذاریم حدود 6 ساعت بپزه تا به خوبی نرم بشه. بعد از زمان پخت بافت گندم هاتون همینطور باید لعابدار و نرم باشه و گوشتتونم به خوبی پخته باشه. برای داشتن یه حلیم لطیف و بازاری باید گندم ها رو با گوشتکوب و صافی رد کنید. من این کار رو 2 بار انجام دادم و به این بافت لطیف رسیدم. گوشت‌های پخته شده رو ریش کنید و به خوبی بکوبید. این کار باعث کشدار شدن حلیمتون میشه. به گندم‌ها اضافه کنید، 1 قالب کره و آب گوشت پخته شده رو هم اضافه کنید. برای پخت نهایی به مدت 1 ساعت روی شعله متوسط مدام هم بزنید تا یه حلیم کشدار خوشمزه داشته باشین که از خوردنش سیر نمیشید. حتما درست کنید و عکسش رو برای من بفرستید. نوش جان.